در پیشگاه شهبانوی ایران مراسم پایان نهمین فستیوال بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار می‌گردد. والاحضرت شاه دخت فاطمه پهلوی، سرکار علیه بانو فریده دیبا و آقای نخست وزیر در این مراسم حضور دارند. پس از عرض خیر مقدم توسط وزیر فرهنگ و هنر و عرض گزارش توسط مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جوایز برندگان بدین گونه اهدا می‌گردد. پلاک طلایی در گروه فیلم‌های مخصوص کودکان 6 تا 10 ساله به فیلم رولی از لهستان. پلاک طلایی در گروه فیلم‌های مخصوص نوجوانان 10 تا 14 ساله به اتوماتیک از چکسلواکی. پلاک طلایی در گروه فیلم‌های مخصوص نوجوانان 14 تا 18 ساله به زندگی پرندگان از چکسلواکی. پلاک طلایی در گروه فیلم‌های تهیه شده جهت توزیع عمومی ولی مناسب برای کودکان به باد از کانادا. جایزه مخصوص هیئت داوری مجسمه طلایی فستیوال به لارس اوله کلاس 5 جیم از دانمارک. جایزه مخصوص هیئت داوری مجسمه طلایی فستیوال به مسافر از ایران به کارگردانی عباس کیارستمی و جایزه بزرگ مجسمه طلایی به بهترین فیلم به مفهوم مطلق به سرکه از چکسلواکی. وزارت فرهنگ و هنر، وزارت آموزش و پرورش، آرشیو فیلم ایران، رادیو تلویزیون ملی ایران، منتقدان سینمایی مطبوعات تهران و هیئت داوری بین المللی کودکان نیز جوایز و دیپلم‌های افتخاری به فیلم‌های برگزیده خود اهدا می‌کنند. والاحضرت همایون رضا پهلوی در روز 9 آبان ماه 1339 چشم به جهان گشودند. نمایشگاه عکسی از 14 سال زندگی ولایت عهد ایران در دبیرستان 4 آبان در تهران برپا شده است که با حضور سرکار علیه بانو فریده دیبا گشایش می‌یابد. در این نمایشگاه 70 عکس و پوستر از زندگی والاحضرت به نمایش گذاشته شده است. سراسر ماه آبان پوشیده از گشایش نمایشگاه‌های هنری، برپا شدن جلسات بحث و سخنرانی پیرامون مسائل فرهنگی، اجرای برنامه‌های موسیقی، نمایش و ورزش‌های سنتی است که با حضور مقامات مملکتی، اندیشمندان و دوستداران فرهنگ و هنر ملی برگزار می‌گردد. این برنامه‌ها که در چارچوب جشن فرهنگ و هنر در سراسر ایران اجرا می‌گردد، حرکت و سیر تکاملی هنر و فرهنگ ایران و جلوه‌های گوناگون فعالیت‌های معنوی یک ملت را منعکس می‌سازد. اکنون مدتی است که شهرستان رشت دارای یک کارخانه بزرگ پارچه بافی و لباسدوزی شده است. این کارخانه که به 85 دستگاه ماشین دوزندگی، 25 دستگاه ماشین پرس و 6 دستگاه ماشین برش مجهز است، با استفاده از نیروی 155 کارگر روزانه 120 دست کت و شلوار مردانه تولید می کند. این محصول و نیز پارچه های بافت کارخانه به کشورهای دیگر نیز صادر می گردد. در برنامه توسعه‌ای که برای کارخانه در نظر گرفته شده است، در آینده تعداد کارگران آن به 700 تن و میزان محصولش به 1000 دست کت و شلوار در روز خواهد رسید.
در این روزهای پاییزی اسب‌دوانی ورزش مطبوع و محبوب روز است. در مسابقه‌های پرش با اسب انجمن سلطنتی اسب که در مانژ فرح آباد برگزار می شود، سوارکاران می‌کوشند در کمترین زمان و بدون خطا کردن، یعنی انداختن موانع، تمام موانع را پشت سر گذارند. انجمن سلطنتی اسب که برای حفظ نژادهای اسب اصیل ایرانی و بهبود و پرورش آنها تأسیس شده است، با برگزاری مسابقه‌های متعدد اسب‌دوانی در ایران در راه زنده نگه داشتن و گسترش این ورزش می‌کوشد. در این مسابقه ها عزت وجدانی در مجموع بهترین امتیازات را کسب کرده به مقام قهرمانی می رسد.